سلام همراهان همیشگی خوب ما. به چنل خودتون، چنل راز شب خوش اومدید. اینجا قراره با هم رازهای واقعی زندگی شما رو گوش بدیم. هر کدوم از ما رازهایی داریم که کسی ازش خبر نداره و نمیتونیم با زبون خودمون برای کسی بازگو کنیم. برای حفظ حریم شخصی ما رازهای شما رو با اسمهای غیر واقعی بیان میکنیم تا دیگران هم بتونن از تجربیات شما استفاده کنن. ضمناً تا یادم نرفته تو شلوغی‌های یوتیوب برای اینکه گممون نکنی و از رازهای شگفت انگیزی که قراره تو کانال قرار بگیره با خبر شی، حتما کانال رو سابسکرایب کن. روزی که با مریم آشنا شدم، اونو یه دختر ساده، خوش‌هیکل و با انگیزه و با انرژی دیدم. دختر مستقل و خودساخته‌ای بود. از یه خانواده متوسط بود، با پدر و مادری کم سواد. اما بچه‌ها و خواهر و برادراش همگی تلاش کرده بودن و درس خونده بودن و به مدارج بالای تحصیلی رسیده بودن. مریم اهل شنا و ورزش بود و هیکل ورزیده‌ای داشت. ما با هم تو محل کارش آشنا شدیم. اداره بیمه کار میکرد. برای انجام چند تا کار رفته بودم اونجا که از نجابتش خوشم اومد و حسابی دلم آورد. آرایش کمی داشت و خوش برخورد بود. بعد از یه مدت خانواده رو برای خواستگاری فرستادم. من تحصیلاتم فوق دیپلم بود و شغلم هم آزاد بود. مغازه داشتم و وسایل کامپیوتری و موبایل میفروختم و خدا رو شکر درآمدم بد نبود. قرار شد چند جلسه با مریم با هم بیرون بریم و صحبت کنیم تا خدا خواست و از هم خوشمون اومد و با هم عقد کرد. آماده مراسم عروسی شدیم و مریم هیچ وقت از ورزشش نمیزد. گاهی اوقات کوهنوردی هم میکرد و برای منی که اهل این داستانا نبودم این موضوع جذاب بود. دلم میخواست منم به هیکلم برسم و به قول معروف امروزی بشم. به خاطر همین منم تو محل خودمون تو باشگاه ثبت نام کردم و بعد از عروسیمون مرتب میرفتم باشگاه. مریم هم باشگاهشو ادامه میداد و همزمان سر کار هم میرفت. زندگی خوبی داشتیم، پر از عشق و علاقه بود و من هر بار با دیدن هیکل ورزیده زنم بیشتر عاشقش میشدم و یه جورایی به مرحله وسواس فکری رسیده بودم. مدام بهش میگفتم چاق نشی، یا من زن رو فرم میخوام، من زن خوش هیکل میخوام، من تو رو همینجوری دیدم عاشقت شدم. هیکل زنم رو مرتب به این و اون میگفتم و پوز هیکلش رو همه جا میدادم. انگار افتخار بود که به همه بگم زنم اله، زنم بله. خصوصا جلوی دوستان دلم میخواست همه بدونن هیکل زنم از زنای اونا چقدر بهتره. زندگی خوب و خوشی داشتم. همون سال اول بود که مریم حامله شد و خدا بهمون یه پسر خوشگل داد. دنیا رو به پاشون میریختم. خوشبخت ترین آدم دنیا بودم. بچه‌مون 2-3 ماهه بود که مدام به مریم غر میزدم که چاق نمونی ها، من زن چاق نمیخوام. بنده خدا به خاطر من زایمان طبیعی انجام داده بود که لاغر بشه زود. انقدر بهش گیر میدادم برای شکمی که نرمال بود که میخواست بچه رو بذاره و از همون 3 ماهگی بره باشگاه. به خودش سختی میداد و غذا نمیخورد. مدام با هم سر سرکوفتای من که تازه هیکلم رو فرم شده بود و پوز هیکلم رو بهش میدادم دعوامون میشد. مریم اون موقع دیگه سر کار نمیرفت و توی خونه بود که کرونا شروع شد. دیگه باشگاه تعطیل شده بودن، همه تو خونه بودیم. دوران خیلی سختی بود و غیر از خوردن و خوابیدن هیچ کاری نداشتیم. همش توی خونه بودیم و همین باعث شده بود چاق‌تر بشیم. اواسط کرونا یا اواخرش بود که انقدر بحث داشتیم که تصمیم گرفتم از مربی باشگاه که شنیده بودم داره خصوصی و زیرزمینی کلاس برگزار میکنه برم خواهش کنم ازش برای من و زنم هم کلاس خصوصی بذاره تا بریم باشگاه. اونم قبول کرد و قرار شد دوتایی با هم بریم. همه چیز خوب بود تا اینکه من مجبور شدم بعد از 1 ماه مجدد مغازم رو باز کنم و بعضی روزها مریم تنها بره باشگاه. 1 ماه هر روز میرفت و بچه رو هم پیش مادرش میذاشت. دیگه مدام اون بود که به من غر میزد که چرا باشگاه نمیای؟ داری از هیکل میافتی؟ ببین شهروز چه هیکلی داره. مدام جلوی من از هیکل مربی تعریف میکرد. لج کرده بود، انگار میخواست هرسم بده.
یه روز که باشگاه رفته بود انقدر حرفاش روی من تأثیر گذاشته بود که تمام اون لحظات شروع کردم به فکر کردن و کلی فکر توی سرم بود. منی که قرار نبود برم باشگاه رفتم وسیله هامو برداشتم و مغازه رو بستم و رفتم سمت باشگاه. گفتم برم به باشگاه هم برسم. در باشگاه بسته بود. تعجب کردم. همیشه در اصلی ساختمون باز بود. برای کلاس خصوصی فقط باید داخل حیاط میرفتیم و در اصلی رو میزدیم که اون در همیشه بسته بود. این باعث شد که من نگران بشم. هرچی زنگ زدم در رو باز نکردم. تلفن‌هاشون رو گرفتم. جواب نمیدادن. نگران شدم. نگران که چه عرض کنم. دلشوره گرفتم. گفتم لابد موزیک صداش بلنده. صبر کردم چند دقیقه اما بیفایده بود. مجبور شدم از در برم بالا و بپرم توی حیاط. یه خونه ویلای قدیمی بود که شهروز اونو گرفته بود و هم خونش بود و هم باشگاه. رفتم بالای در و وارد حیاط شدم و ماشینش رو توی حیاط دیدم. هرچی دستگیره در رو فشار دادم باز نمیشد. در زدم اما باز هم باز نمیشد و کسی جواب نمیداد. هیچ صدایی نبود. دیگه مطمئن شدم یه خبریه. ماشین زنم توی کوچه بود و ماشین شهروز توی حیاط. میدونستم هر دو داخلن. صدا زدم اما هیچ کس جواب نداد. داخل باشگاه یه راپله بود که به زیر زمین وصل میشد که زیر زمین اونجا رو هم به باشگاه شهروز اضافه کرده بود و یه سری از وسیله ها رو اونجا گذاشته بود. دیگه قاطی کرده بودم. رفتم از حیاط و از گوشه حیاط که به زیر زمین راه داشت از پشت شیشه های زیر زمین خم شدم و از لابلای شیشه ها پایین رو نگاه کردم. در کمال تعجب دیدم که هر دو پایینن. چیزی که میدیدم و نمیخواستم باور کنم. اشتباه میکردم. این مریم و شهروز نبودن که روی وسیله های ورزشی داشتن با هم دیگه هیچی نمیفهمیدم. خون جلوی چشممو گرفته بود طوری که با دست کوبیدم به شیشه و شیشه رو شکستم. هر دو ترسیده بودن و من فقط داد میزدم میکشمتون عوضیا. داد و بیداد کردم. انقدر داد و بیداد کردم و به در کوبیدم که اونا ترسیده بودن و در رو باز نمیکردن. گفتم شهروز یا باز کن یا همین الان پلیس رو خبر میکن. مریم میترسید. التماس میکرد که سر و صدا نکنم. التماس میکرد که ساکت باشم و آروم باشم تا در رو باز کنم. گفتم کاریتون ندارم. در رو باز کنید و بیاید بیرون. بالاخره در باز شد. مریم با حالتی پررو اومد بیرون و گفت چته؟ چه مرگته؟ چی شده که اینجوری میکنی؟ پریدم سمتش و گفتم عوضی چمه؟ با چشم خودم دیدمتون. میگفت اشتباه کردی. ما داشتیم ورزش میکردیم. گفتم مریم میکشمه. شهروز رسید و ما رو از هم جدا کرد. داد میزدم و میخواستم هر دو رو بکشم. مریم از دستم فرار کرد و سوار ماشین شد و من و شهروز با هم گلاویز شدیم. دعوامون بالا گرفت. همه همسایه ها اومده بودن بیرون و داشتن دعواهای ما رو نگاه میکردن. اون روز مریم دویده بود رفته بود خونه. بچه رو برداشته بود و فرار کرده بود خونه پدرش. همسایه ها زنگ زدن. پلیس اومد و من رفتم از هر دوتاشون شکایت کردم. خواستم هر دوتا مجازات بشن اما هر دو انکار کردن و کسی رو هم نداشتم که شهادت بده. هر دو میگفتن خودش در جریان بوده. خودش هم باشگاه میومده. من کار خلافی نکردم که ندونه. از تمام کارام هم خبر داره. حالا داره به هم تهمت میزنه. من به خاطر اون باشگاه رفتم. وگرنه من اصلا شهروز رو نمیشناختم. شهروز مربی اون بود. شهروزم پشت اون در اومده بود و هر دوشون منو مقصر جلوه میدادن که تو اشتباه کردی. نمیخوام از اون روزا براتون بگم. از اون روزای فوق‌العاده تلخ. فقط به مریم گفتم ببین طلاقت نمیدم. مهری هم بهت نمیدم. برو دنبال کثافت کارید. برو هر غلطی دلت میخواد بکن. اما تا وقتی که زنده ای همینجوری نگهت میدارم تا حالتو جا بیارم. الان 2 سال بیشتره که میره و میاد. میریم دادگاه، وکیل گرفتیم، اما هر بار کاری میکنم که طلاق نگیره. گذاشتمش تو بلا تکلیفی. همینجوری آزارش میدم تا ازش انتقام بگیرم. هر دفعه که میریم دادگاه میگم من زنمو دوست دارم. من اشتباه دیده بودم. من عاشق زنمم. اون طلاق میخواد اما من طلاق نمیدم. اونم حاضر نیست از مهریش بگذره و هم نمیخواد بچه رو از دست بده. با اینکه خودم کردم و خودم رو به همچین روزی انداختم، اما فقط این وسط بچه کوچیکم بود که داره روز به روز بزرگتر میشه و من لذت پدر بودن رو نچشیدم.
اصلا نفهمیدم این بچه چطوری داره بزرگ میشه. حقمه، خودم کردم. شهروز بعد از شکایت باشگاهش تعطیل شد و بعد از اینکه جزاشو پرداخت کرد و جرمش اثبات شد از تهران رفت. نتونستم ثابت کنم که با هم رابطه نامشروع داشتم. نمیدونم الان کدوم گوریه با مریم در تماسه یا نه، اما مریم بارها خواست تا ببخشمش، اونم فقط به خاطر بچه. اما نمیتونم. دوست دارم عذاب بکشه، عذابی که هر شب وقتی چشمامو روی هم بستم صحنه رابطه زنم با مربیش میاد جلوی چشممو بکشه. نمیدونم باید چی کار کنم. من زندگی و زنمو دوست داشتم، اما الان داغونم. الان تا روزی که اونو به همین عذاب دچار نکنم دست از سرش بر نمیدارم. همراهان همیشگی رازشم، خوشحالیم که تا انتهای ماجرا با ما همراه بودیم. خوشحال میشیم که تو بخش نظراتتون رو راجع به این ماجرا و اتفاقات مشابه با ما در میون بذاریم. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. راز شب به وسعت رازهای شما ادامه داره.